سلام. امروز میخوام راجع به بالانسینگ توی یو آی صحبت بکنم باهاتون و اینکه چطوری از این روش استفاده بکنیم، اصلا چطوری به کمکمون میاد این روش و اصلا چی هست. یه خبر خوب بهتون بدم که قرار ویدیوها برای بچه‌های جونیور و اینتر لول بذارم، حالت بوت کمپ، یعنی از بیس با هم بیاین بالا. پس پیگیر ویدیوها باشید حتما. بالانسینگ اصلا چی هست؟ در واقع به تعادل رسوندن صفحه با توجه به در نظر گرفتن بخش‌های مثبت صفحه و بخش‌های منفی صفحه هست. حالا بخش‌های مثبت صفحه چی هستن؟ بخش‌های مثبت صفحه کانتنت و اون وایت اسپیسی که شما ازش استفاده میکنید تا اسکن کردن و کار کردن کاربرتون با اپلیکیشن رو براش راحت تر بکنید. اگر وایت اسپیس ها به شما کمک نکنن که کاربرتون راحت تر از اپلیکیشنتون استفاده بکنه، در واقع به بخش های منفی صفحه تبدیل میشن و نیازی بهشون نداریم. پس برای کنترل این شما در ابتدا میایید صفحه‌ای که دارید، حالا به عنوان تسک ریدیزاین بهتون اساین میشه یا اصلا توی استیج وای فریمینگ هستید، رو به صورت اسکن مثل تصویر سمت راست در میارید و میبینید که آیا بخش‌های در واقع تیره تری که توی تصویر هستش و بخش‌های روشن‌تر در تعادل هستند یا نه. در تعادل بودن اینها زمانی معنا پیدا میکنه که در واقع اون بخش‌های روشن‌تر به شما کمک بکنن تا بتونید گروه بندی در واقع اکشن هاتون رو مشخص بکنید. در واقع اکشن هایی که با هم تناسب دارند رو توی یک گروه قرار بدید، پرایمری اکشنتون رو توی یک گروه قرار بدید، در واقع پجینشنتون رو توی یک گروه قرار بدید، تب ها و تمام آیتم هایی که قرار گروه بندی بشن رو با توجه به با استفاده از وایت اسپیس ها اینها رو از هم جدا بکنید و این کار چه کمکی به کاربرتون میکنه؟ کمکش میکنه تا اسکن اپلیکیشن شما رو راحت تر انجام بده و استفاده از اپلیکیشن براش راحت تر بشه. پس اولین کاربردی که داره در واقع بالانسینگ توی ریدیزاین اپلیکیشن هست. زمانی که شما متوجه این میشید که تایم آن تسک کاربرتون زیاده با توجه به انتظاری که دارید، یا اینکه کامنت های از کاربرتون دریافت میکنید که کار کردن با اپلیکیشنتون سخته. برای تغییری که توی یو آی قراره ایجاد بکنید، شما میاید یک صفحه اسکن از اون اسکرینی که قراره توش تغییرات ایجاد بدید در واقع رسم میکنید و متوجه میشید که مشکلتون توی بالانسینگ چی بوده. اگر مشکلی داشتید اون رو مثل تصویر پایین برطرف میکنید، به یک تعادلی میرسونید و دوباره یو آیتون رو تغییر میدید و این خیلی کمک میکنه که شما بدونید که زمانی که تسک ریدیزاین بهتون اساین میشه استپ هاتون برای رفع کردن مشکلاتش چی هست. یا زمانی که شما توی استیج وای فریمینگ هستید و دیتا آرکیتکچر براتون یک مقدار سخته، نمیدونید که به چه صورت باید اجزا رو بچینید، به چه صورت باید دسته بندی بکنید و به چه صورت باید یک صفحه بهینه برسید که در نهایت یو آیش رو طراحی بکنید. اینجا هم میتونید از بالانسینگ استفاده بکنید تا اون مشکلاتی که حالا اکثر اپلیکیشن ها دارن یا کاربرا دارن با اپ رو توی استیج‌های اولیه بهش رسیدگی بکنید. پس تا اینجا بالانسینگ شد یکی از مهمترین استیج‌ها و یکی از مهمترین تریکایی که ما میتونیم توی یو آی ازش استفاده بکنیم و صفحاتمون رو بهینه بکنیم. منتظر آموزش های بعدی باشید. من هر هفته قراره یک مبحثی رو مثل همین مبحث باز بکنم و بهتون توضیح بدم. سعی میکنم مثال های بیشتری بیارم و منتظر اون بوت کمپی که برای بچه های جونیور و اینتر لول هست باشید.